دوستان این بار پادکست رو 3 دوربینه دارم میگیرم براتون که کیفیت بره بالاتر. میکروفون ها آپدیت شده، فضا رو چیدیم و بعد 4 ماه و خورده‌ای با مسرور داریم صحبت می‌کنیم. بیشتر شد. آره من اومدم با مسرور یک پادکست بگیرم، بعد چون مسرور خیلی وقت میشناسم و کلا شخصیتش اینا رو باحاله و برام جذابه. حالا در ادامه ببینید چیا گذرونده و داره این روزا چیکار می‌کنه. با صحبت کردم، گفتش که من یه فرصت 4 ماهه می‌خوام که بعدش بریم سراغ اینکه پادکستمون از اول بگیریم و کامل و من یک گزارشی از این کارم و مسیری که دارم میگذرونم بهت بگم. الان فرصت گذشت و بیشتر از 4 ماه گذشت. خب چه خبر؟ فقط من واسه یک حدوداً چندین تا سوال فرستادم جلوم از سوالا، خب ولی ممکنه اصلا رو سوالا پیش نریم، چون من بر اساس شناختی که دارم و قسمت‌های جذابی که خودم ازت میشناسم میخوام سوال بپرسم و بقیه هم بدونن، چون این سه چیزا رو فقط من میدونم. مثل اینکه خوبی، چه خبر؟ مرسی، ممنون. سلامتی، خبر خاصی که فعلا نیست. داریم سعی می‌کنیم یه سری کارا رو انجام بدیم. توی چه مرحله ترمیم اداری گیر کردیم برای ادامه کارامون. چه حوزه‌ای کاری که امروز انجام میدید؟ ببین من چیزی که از تو میدونم اینه که تو حوزه دیزاین بودی، کدنویسی با زبان‌های مختلف انجام دادی، با خارج کشور سری تعاملات داشتی، تو حوزه مدلینگ بود، مدلینگ منظور مدل سه‌بعدی ساختن و اینجور چیزا هم یه سری تجربه داشتی و کلا طراحی و کدنویسی و کلا دنیای آیتی توش زیاد زندگی کردی، حوزه‌های مختلفش. یه سری از این حوزه‌ها بگو برای کسایی که تو رو نمی‌شناسن یا می‌خوای کلا با ذهنیت تو آشنا بشن. من حالا تقریبا میگم دلیل نمیتونم نام ببرم حوزه‌هایی که کار کردم، بعضی موقع خودم یادم میره اینکه چه تجربه‌ای داشتم، ولی کلا توی این مسیر پیش میرم که هر چیز جذابی رو سعی میکنم یاد بگیرمش و بعد از اینکه یاد بگیرمش سعی میکنم که توش تجربه‌ای به دست بیارم برای کار کردن. خیلی بهم دید میده، خیلی دوست دارم این کار رو. جدا از روند روتینی که بعضی روزا انجام میدم، سعی میکنم یه سری چالش‌ها برای خودم درست بکنم، تو مسیر قدم بردارم، یادگیریمو بیشتر بکنم، دانشمو بیشتر بکنم و سعی میکنم که برم توی اون حوزه غرق بشم، شروع کنم به کار کردن. حتی اگه شده یکی دو تا کار کوچیک که حداقل تجربه‌ای داشته باشم و این تجربه داشتن، این دید داشتن توی این حوزه‌های مختلف بهم توی روند تصمیم گیری هم کمک میکنه برای مسائلی که در آینده قراره باشون سر کله بزنم یا قراره حتی باشم راجعشون ایده پردازی بکنم، کار بکنم، نمیدونم با یک کسی صحبت بکنم، بخوام راهنماییش بکنم. کلا دوست دارم یاد گرفتن و دوست دارم مسیر جدید رو کشف کردن و دوست دارم واسه خودت چالشی درست می‌کنی و میری بر اساس اون چالشی که درست کردی یه سری مهارت‌ها یاد می‌گیری که بتونی پس اون چالش بر بیاری. دقیقاً اینجوری. مثلا من یه ویدیو میشم نگاه میکنم تو یوتیوب، میبینم که چه کار خفنی دارن انجام میدن، چقدر جذابه، بعد نگاه میکنم مثلا چی میخواد که مثلا تو اون مسیر بری. شروع میکنم یاد بگیرم ابزارهایی که یا هنرهایی که دارن اونجا کار میکنن و سعی میکنم حداقل یه چیزی کوچیکی حتی مثلا یه ابتدایی برای خودم هم که شده کار بکنم و درست بکنم. اولین تجربه شغلی چی بود؟ اصلا شغل چجوری انتخاب شد؟ اصلا چجوری پول درآوردی و چجوری بود اوضاعش؟ من تقریبا از بچگی کار میکنم، تابستونا یا بعد از مدرسه. چه کارایی بوده؟ مثلا تو حوزه بنایی یا اینا بوده؟ چه کارا کردی؟ مثلا روزنامه پخش میکردم بچه که بودم. بعد رفتم الکترونیکی کار میکردم، تزریق پلاستیک کار میکردم، بسته بندی کار میکردم. بعد یه مدتی رفتم کافینت رو مشغول به کارشم تا من دوره 18-19 سالگیم بود. کافینت رو کار میکردم. حالا تامین شبکه اگه خراب شد درست میکردم، وای میستم در مغازه که مثلا مشتری میومد مثلا جواب میدادم. ثبت نامه‌ای که بود، کاری که اونجا روند نرمالی داشت انجام. و حالا یه بخشی از تایم نقطه عطف زندگی من میاد به همونجا که من اینترنت 24 ساعت دستم بود و خب علاوه بر کارهایی که مجبور بودم انجام بدم دنبال یادگیری چیز جدیدم بودم.
و خب میشستم اونجا ویدیو نگاه میکردم، آموزش میدیدم، کد میزدم، کار مختلف رو با توجه اینکه دسترسی اینترنت داشتم و وقتی آزادم میشستم کار میکردم، اونجا یه نقطه عطفی برای من توی روند کاری بود. خیلی ممنون، دمت گرم. یه روز نشسته بودیم با هم، بعد یه ویدیو بهم نشون دادی. اون ویدیو اشتباه کردم شد که اون ویدیو رو هم فکر بهش که دیگه نشون ندادی، ولی برام جالبه که ببینم چه مسیری طی شد که اون ویدیو شکل گرفت. پس اون ویدیو چی بود قضیهش؟ یعنی چی شد که تصمیم گرفتی بری سراغ اون چالشه که به خود توضیح بده؟ حالا ویدیوش هم میذارم در ادامه ببینم دوستان. مسیر خیلی طولانی بود حقیقتا. یعنی از یه بار نفر به من گفتم پرسید که چی شد که اصلا کار وارد کار طراحی و دیزاین شدی و از کجا شروع کردی، از چه کارهایی کردی اینا. من حقیقتا نشستم فکر کردم تو اون جلسه و اصلا هیچ مبدأ تاریخی یا مبدأ چیزی براش پیدا نکردم که بگم از کجا شروع شد یا چیکار کردم. با توجه به اینکه بعضن علاقه‌مندی‌های من سمت کار پوستر و مثلا تصویر و اینا هم بوده، یه مدتی شروع کرده بودم برمیگرده از زمانی که دومین کامپیوتر خودم رو خریدم، شروع کردم به یادگیری فتوشاپ و شروع کردم یاد گرفتم ابزارهاش استفاده کنم، نمیدونم کارهای ادیت بکنم. نه به صورت خیلی حرفه‌ای، اول خیلی تا 1-2 سال خیلی ابتدایی بود، اصلا به کسی هم نشون نمیدادم کارامو. بعد یه مسیر 10 ساله تقریبا طی شد تا به اون ویدیو رسید. اصلا داستان خیلی طولانیه، مثلا بخوام بشینم صحبت کنم بعد این مسیر 10 ساله رو کامل بشم توضیح بدم. اون ویدیو رو هم توضیح بده که قضیه اصلا ویدیو چیه، ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم، چون خیلی اصلا فعلا میدونن که یه ویدیویی هست. حالا اون ویدیو چی بوده خودت کامل شرحش بده. اگر که بخوام بگم که یه زمانی از تقریبا آخرش شروع میکنم، یه زمانی ایدوبی توی سایت بیهنس یه سری لایوها میذاشت شبانه و خب منم تایم داشتم میشستم نگاه میکردم و سعی میکردم که حالا از نکاتی که دارن میگن یا از روندی که دارن اونجا کار میکنن من ایده بگیرم، یاد بگیرم و کار بکنم. و تقریبا میشفتش که 1-2 سالی هم بود که وارد حوزه UX و UI شده بودم. سری اپلیکیشن برای خودم طراحی کردم، برای سری مشتری‌ها کار کرده بودم و کم کم جذب حالا لایوایی که گذاشته بودم میشدم. خیلی هم سری تکنیک‌های جذابی معرفی کردن که تا به گوشم نخورده بود یا برام آشنا نبود و توی یکی از توی لایواشون میمدن میگفتن که تقریبا یه چالشی مطرح میکردن، میگفتن خب مثلا سابمیت بکنید فایلاتون رو توی بیهنس با فلان هشتگ و کارتون انجام سابمیت میکنید با فلان هشتگ توی بیهنس و ما بعدا میایم تاپا رو بهتون میگیم. بعد توی یکی از لایوها خیلی شانسی من نشسته بودم داشتم نگاه میکردم، اصلا انتظاری نداشتم که بخواد مثلا یکی از اون طرح من بیاد اونجا حالا نشون داده بشه، اسم من برده بشه یا هر چیزی و حالا انتخابی که تو اون جلسه شده بود توی اون واسه اون تاپیک شده بود توی اون طرح من بود و خیلی برام جذاب بود. آدم که اسمم گفتم مثلا خودم تا نیم ساعت مثلا حواسم نبود که چه اتفاقی افتاده، ولی بعد فهمیدم که چه کار باحال جذابی شده، چه اتفاق جذابی افتاده. جایزش هم یک دفترچه بود. دفترچه چیز بود، دفترچه بود برای ماکاپ و وایر فریم و هیچ وقت به دستم نرسید. این امکان انتقالش نبود اون زمان برای من. خب اینو که گفتیم، ولی ببین تو اون حوزه‌ای که تعلیم گفتی کار کردی، بعد تو حوزه آیتی هم کار کردی، بعد دستیار صحنه و زندگی تهران و زندگی هنری و دیگه اینجور چیزا چی میگفت؟ یعنی اونا چی شد؟ الان من اینو چیکار کنم؟ تو تئاتر چیکار می‌کردی؟ بشین پای کامپیوترت. چرا؟ خودم حقیقت نمیدونم. چی شد رفتی؟ خودم نمیدونم حقیقتا کجا به سر در آوردم از اون قسمت، ولی برمیگرده به
زمانی که من رفتم تهران برای کار کردن و اتفاقاتی که تو تهران افتاد. چی شد که تصمیم گرفتی بری تهران؟ والا یهو پاشیم بریم تهران. نه خیلی اینجوری نبود. خیلی حالا من بعد از اینکه توی کافینت کار میکردم خیلی اونجا جایی نبود که من بخوام واسم یا بخوام اونجا ادامه بدم. حتی اصلا یه مسیری بود که مجبور بودم فعلا کار بکنم اونجا. بعد اون زمانم شغل آیتی تو مشهد به این شکل نبود، یعنی به این شکل الان که خیلی زیاده یا مثلا راحت بتونی پیدا بکنی و اینا نبود. برای موقع خواهرم تهران بود تصمیم گرفتم که خواهرم تهران درس میخوند، من تصمیم گرفتم که برم اونجا و شانسم برای کار پیدا کردن امتحان بکنم. کارت تو ذهنت بود که چه کاری باشه یا مثلا خواستی بگی که خب من مثلا میرم اونجا توی کافینت دیگه کار میکنم مثلا، یا نه میخوام برم توی یک چی میگن، یعنی فکر میکردی که بری دستیار صحنه تئاتری چیزی بشی؟ نه هیچ وقت بازیگرای معروف و اینا؟ هیچ وقت فکرش نمی‌کردم حقیقتا. مثلا گفتم که میرم تهران تو حوزه آیتی کار بکنم، بتونم شرکت برنامه‌نویسی کار بکنم، جایی کار بکنم و اولین کارم تو تهران کاری نبود که اصلا به حوزه آیتی مربوط بشه. نه پشت کامپیوتر بودم ولی اصلا به حوزه آیتی و برنامه‌نویسی کاری نداشت. اولین کارم تو تهران توی آژانس توی پارکینگ بهقی بود. مسئول ورود، اپراتور ورود و خروج بودم. میشستم پلاک میدادم، کارت میدادم به ماشین میرفت داخل. مثلا بعضی روزا مثلا اینجوری بود که خب من در خروج بودم میومد کارت میگرفتم پولش حساب میکردم اون طرف میرفت. خیلی تقریبا 9 ماه من اونجا کار کردم. بعد و اون زمانم تصمیم نبود که اونجا بمونم. گفتم برای اینکه بتونم دووم بیارم تو شهر و کار بکنم و بتونم دنبال فرصت دیگه مجبورم که الان اینجا وقت بذارم. بعضا شرایطم اینجوری بود که خب بعضی موقع مجبورم 5 صبح بلند شم برم سر کار تا ساعت 9 شب که مثلا بتونم یه سری هزینه‌ها با کار بیشتر با شیفت بیشتر گرفتم پوشش بدم. حالا از نظر موقعیت مکانی میدون آرژانتینه که تو تهران میدونی کجاست، خیلی بخارست هم باشه و مرکز شهر تقریبا میشه بالای میانه رو به بالای شهره. خب شرکت‌های آیتی بزرگی اونجا بودن، مثلا یکی سداد بود که من اونجا رفتم یه مصاحبه با توجه به شخصی که باهاش تو همون پارکینگ آشنا شدم و چند تا شرکت دیگه بود. یه روز جوانی اومد رد شد و خیلی بشاش و خیلی خنده‌رو و اینا سلام علیک کردم و شروع گفتن که شروع به احوال پرسی کردیم. یکی دو بار دیگه دیدمش، بعد ازش پرسیدم این کار چیه و اینا، گفت من کار طراحی سایت میکنم. گفتم چه جالب، نمیدونم کجا شرکت دارید کار میکنید نه فلان. گفت نه من خودم شرکت دارم و اینا. شما چی؟ گفتم من دارم وردپرس کار کردم بلدم. بعد گفت بعد از ظهر بیام فلان جا با هم صحبت بکنیم اگه وقت دارید. بعد از ظهر رفتم و شروع کرد گفت ازم پرسید راجع به کار کردن چی کارا کردی و مثلا حالا تخصصات چیه. من گفتم وردپرس کار کردم، برنامه‌نویسی HTML CSS و PHP میدونم و وبسایت درست کردن بلدم ولی الان کارم چیز دیگه است. و گفت خب تو میتونی بیا اینجا با همون کار بکنی. گفتم آره میام باهاتون کار میام، خیلی دوست دارم بیام کار بکنم. این بود که رفتم وارد اولین شرکت توی حوزه برنامه‌نویسی شدم. شروع کردم به کار کردن. یه روز در میون میرفتم اونجا، یه روز میرفتم کامل پارکینگ وای میستادم کار میکردم، بعدش میرفتم دفتری که مثلا برنامه‌نویسی کار میکردم، وبسایت کار میکردم تو شرکت. بعد یه روز که تو دفتر نشسته بودم یهو دیدم که از زنگ زدم، من که تنها آخرین نفر خودم دفتر بودم، دیدم که مدیرمون اومد و حالا همراهش یکی از بازیگرای سینما هم وارد شد. من همینجوری نشسته بودم خوشم زده بود الان اینجا چیکار میکنه. حالا رفتم دفتر شروع کردم به صحبت کردن و کار کردن و بعد اصلا متوجه شدم که قراره تئاتری برگزار بشه که حالا
مدیر تولیدش هم مدیر ماست و شروع کردم به صحبت کردن حالش اون مسائل و اینا و خیلی اتفاقی حالا کارگردان همون کار اومد پیشنهاد داد که شروع کردم راجع به تیزر صحبت کردن. بعد قرار شد که خب یه نفری باشه که بده تیزر برای مجموعه برای نمایششون درست بکنه، البته تدوین میشن چون قبلا تیزر ساخته بودن برای دوره جدید می‌خواستن تیزر تدوین بکنن. بعد مدیرمون اومد به من گفتش که کسی رو میشناسی؟ گفتم من خودم درست میکنم. فقط یه 2 هفته من یاد وقت بدید که من بشینم پریمیر کار میکنم، بشینم پریمیر رو دوباره مرور بکنم که بخاطر میخوام کار بکنم یادم باشه که دقیقاً خیلی وقت دو سمت پریمیر نرفته بودم اصلا. و بعدش بعد از اینکه تیزر رو درست کردم بهشون تحویل دادم. به خود تیزر درست کردن داستان خیلی جذابی بود که اصلا ما بعد از ظهر تا فردا صبح نشستیم با هم دیگه تیزر رو درست کردیم، کارگردانی می‌کردیم، کارت می‌زدیم، درست می‌کردیم و خب خیلی شب بیادماندنی بود حقیقتا. و بعدش اومدم پیشنهاد دادن که ما می‌خوایم بریم یه چیز برگزار کنیم، نمایش برگزار کنیم شهرهای شمالی کشور رو، نمیدونم فکر کنم گرگان بود اون زمان، رشت بود و شهر دیگه. گفتم تو هم با همون میای؟ گفتم آره میام، خیلی دوست دارم، خوش میگذره اینا. و این شد که من اصلا وارد این ماجرا شدم. اول چند تا کار دیگه با همون تیم کردم و حالا بعداً جلوتر بعد از اینکه اولین تور رفتیم و تموم شد نمایش‌ها، اون دوره تموم شد، من رفتم باشون صحبت کردم که منو اگر که کسی رو میشناسن که مثلا کارآموزی تدوین رو قبول میکنن، من حاضرم برم برزار اونجا کار بکنم. من معرفی کردم به دفتری و رفتم اونجا شروع کردم به کار کردن. علاوه بر اینکه پریمیر کار میکردم، یه بخشی از کاری هم که انجام میدادم تو نرم افزار دیگه بود، مثلا افتر افکت بود و چند تا نرم افزار دیگه که قوی ترین خفن ترینشون افتر افکت بود. من شروع کردم اونجا چون چالش جدیدی برام داشت، یادگیری جدیدی برام داشت، شروع کردم به کار کردن. بعد از ظهر میرفتم، صبح میرفتم سر کارم، بعد از ظهر میرفتم تو دفترش، مثلا تا پاسی از شب میشستیم با هم دیگه، مثلا کارهای فلان تدوین فلان مجموعه رو میزدیم. یه دوستی داری که با هم کار میکردیم، بعد اون دوسته یه روز رفت گوگل کار کرد. هر وقت که باید صحبت میکنم راجع اون دوسته خیلی باحال و پر انرژی و اینا صحبت میکنیم و خیلی منم حتی انرژی تو میگیرم و خیلی باحاله. برای منم شخص باحالیه تو ذهنم. اسمشو میخوای بگی؟ که کلا داستان آشناییت باهاش چطوری بود و چی شد که حالا اینو بعدا میپرسم. برو جلو ببینم تا کجا میگی خودت. والا همونجوری که دفعه قبل گفتم، فکرم یادمه که راجع به غفار تهرانی باهاش صحبت کردم و این آدم من باهاش زمانی آشنا شدم که تقریبا اولین پروژه کاریم بشه، اولین که دومین پروژه کاریم به شکست خورد و من زمان رفتم اصلا دنبال کار همون پروژه توی دفتری مشغول به کار شدم که سه کار رو اونجا انجام بدم و با غفار تهرانی آشنا شدم. اولین آشنایی من توی اون دفتر بود و وقتی که اصلا من یادم دیدم باید سلام علیک کردم، اصلا فکر نمی‌کردم یه همچین شخصیتی باشه، یه همچین داستانی باشه. اصلا روز اول این چیز اصلا دقت نکردم، نمی‌دونم چه اتفاقی قرار بیفته. و بعد این شد که من پروژه‌ام به شکست انجامید و تنها کسی که اون وسط خودت می‌دونی که حس شکست مثلا چه حسیه، چه احساسی داره اون موقع، تنها کسی که اون وسط تونست بیاد و حالا یه جورایی منو امیدوار کنه نسبت به آینده، فقط غفار تهرانی بود. مثلا یه جایی وارد مسیر زندگیم شد که اصلا این فکرشو نمی‌کردم، یه سری کارا که اصلا فکرشو نمی‌کردم که همچین برنامه‌ای بتونه پیش بیاد با این آدم. تقریبا از سال 2013 باهاش آشنا شدم و تا همین الان دوستیمون ادامه داره
حالا کمتر با هم دیگه تماس می‌گیریم. اون زمان که اصلا با هم دیگه شب تا صبح با هم صحبت می‌کردیم، رفت می‌زدیم، راه می‌رفتیم. حتی مسیر برگشت خونم، مسیر برگشت از شرکت که ساعت مثلا 8 9 می‌اومدیم بیرون، با هم دیگه بود تا یه جاهایی. بعد و طول روزم با هم خیلی حرف زدیم. الان دیگه تقریبا اینجوری که درگیر کاراست، من درگیر کار خودمم و با هم ارتباط داریم، ولی نه به صورت قبل. الان خیلی ارتباط کمتر شده، ولی وقتی که میشیم صحبت بکنیم بحث عمیق‌تری پیش میاد، مثلا داستان چیز متفاوت‌تریه. بعد از اون ماجرای گوگل و اینا هم تعریف کن که اون رفت گوگل و تو هم میتونستی بری و اون خیلی تو اصرار کرد که آقا پاشو به گوگل دیگه، مثلا یک مدل این شکلی، و این وسط اتفاقاتی افتاد. یه وایسی هم من گذاشتی که اونم جالب بود برام. اونم خیلی باحاله، مثلا از افراد اونم باحاله که کسی که رفته گوگل این اتفاقی مایندست برای ساخته شده و بعد یه تصمیمی گرفته و تصمیمش الان داره زندگی میکنه. اینم برام باحال بگی. داستان از 3 سال پیش شروع شد. مثلا خبر نداشتم که داره میره گوگل. همونجوری خیلی کم با هم صحبت می‌کنم، مثلا نمیدونم که تقریبا من مسیر زندگیش، مثلا برنامه زندگیش چه شکلیه. من مشهد بودم، مجبور شدم که بعد تهران بعد 7 سال 8 سال برگردم مشهد اینجا باشم و اینجا من توی شرکتی مشغول به کار شدم. در ادامه بعد از ظهر باز میمدم کارخونه، شروع میکردم به کار کردن، دیزاین کار میکردم، یا یو ایکس کار میکردم. سعی میکردم که حالا حداقل بخونم مطالب تو این حوزه، یا مثلا کاری انجام بدم روزایی مثلا که کلا وقت داشتم، چون معمولا تایم زیادی میگیره اینجور کارا، بشینم کار بکنم. یه روز پیغام داد و گفتش که مثلا متریال جور دیدی؟ گفتم آره، باش کار نکنم. گفت بشین بخون. گفتم که خیلی خوب. شروع کردم به خوندن و شروع به داکیومنت متریال رو نشستم، از اول شروع کردم به خوندن، شروع کردم به کار کردن، ببینم که چه شکلیه، مثلا چه سیستمیه، چه کار میکنن و اینا. بعد تقریبا یه 2 هفته بعدش گذشت و زنگ زد به من، گفتش که من دارم میرم فرانسه و دارم کار بکنم اونجا. خیلی خوشحال شدم اولش. بعد آخر سر گفتم دارم میرم گوگل کار بکنم. بعد گفتم خیلی عالی، خوشحال شدم که اتفاق بر رقم افتاده، داری میری، چقدر خفن که داری میری. بعد از اون ما حالا مراوداتمون سطح دیزاین موند، یعنی شروع کردم صحبت کردنمون، مشورت کردنمون تو اون حوزه موند. هر از چنگایی مثلا اینجوری بود که خب یه سری چیزا، مثلا یه سری موضوعاتی که من ازش میپرسیدم و مثلا 10 دقیقه 11 دقیقه وایس میگرفت، عکس میفرستاد، فیلم میگرفت میفرستاد در من که به اون مطلب رو آموزش بده به قولی. یعنی طبعا میگفت چی فهم کردن من تو اون مطلب بود. و من یه روز تصمیم گرفتم، گفتم که استعفا بدم از شرکت، کاری که دارم میکنم، چون واقعا من جذابیت نداشت و بیام توی حوزه‌ای که دوست دارم فعالیت بکنم. من اومدم استعفا دادم، یه ماه و نیم تایم استعفام تقریبا شدش که 15 فروردین 15 بهمن 2 سال پیش 3 سال پیش تقریبا من استعفا دادم از کارم و اومدم بیرون. شروع کردم به کار کردن، شروع کردم به دیزاین کردن برای خودم. توی کانتست‌های مختلفی شرکت می‌کردم، دیزاین می‌کردم، تو بیهنس هم می‌ذاشتم، تو دریبل هم می‌ذاشتم، سعی می‌کردم برای پروژه بگیرم کار بکنم. بعد یه روز همینجوری داشتم کار می‌کردم، یه پیغام داد، گفتش که مسعود بیا بشین چیز یاد بگیر، بلندر یاد بگیر، خیلی جذاب، خیلی کار خفنی می‌کنه. گفتم بذار من از همین جایی که درست کردم دارم سعی می‌کنم کار بکنم، یه چیز در بیارم که بعد بتونم خودمو پیشرفت بدم و اینا. روش اصلا نگران اون نباش، من میتونم که بشین بلندر رو چند تا نرم افزار دیگه یاد بگیرم، من میتونم بیارم گوگل کار بکنیم. بعد اشین اول شوکه شدم، ولی بعد خیلی خبر جذابی برام بود اوایلش. ولی بعدن که باهاش صحبت کردم، یه روز زنگ زد، با هم تلفنی صحبت کردیم، یه ساعت با هم حرف میزدیم و اینا. بعد من گفتم که اصلا من میخوام این کارو بکنم، نمیخوام
برم، یعنی نمیخوام که از این مسیرم که دارم توش قدم برمی دارم برسم به جایی که حالا گوگلی که تو هستی خیلی جای جذابیه، خیلی خفنه. آرزوی منم هست، مثلا آرزوی میکنم همه کسایی که تو حوزه آیتی کار میکنن که یه روزی برن گوگل کار بکنن. ولی الان من فکر نمیکنم برای من خوب باشه. دوست دارم تو همین جایی که هستم، تو همین جهنمی که برای خودم ساختم باشم و یه سری تجربات جدید کشف به دست بیارم. بعد از 1.5 ساعت که داشتیم 1 ساعت و نیم داشتیم صحبت می‌کردیم، تلفن رو قطع کرد و خیلی حالا اتفاق خاصی هم تو مکالمه نیفتاد. بعد تقریبا یه هفته بعدش بهم پیغام داد که خیلی برای من خودم شوکه برانگیز بود که گفت من استعفا دادم. گفت من بعد اینکه با تو صحبت کردم تلفنی که باهات صحبت کردم دیدم که اینجا هم جای من نیست، من دوست ندارم اینجا باشم. من استفاده دادم آخرین پروژه‌ام با گوگل و بعداً برمیگردم ایران و شروع میکنم برای خودم کار کردن، همون کاری که تو داری انجام میدی و منم دوست دارم انجام بدم. این رویای من اینجا بودن نیست. بعد قشنگ 3 ماه بعد ایران بود. مثلا من باور نمیشد که استفاده داده اصلا. و وقتی که اومد تهران، رفتم تهران دیدمش. شدش که اونی که می‌خواست تو رو ببره گوگل، بعد اون به تو گفتش که خودم استفاده دادم. خودش گفتی مثلا یه چیزی گفتی که زندگی اونم تغییر کرد. من روزی که تصمیم گرفتم که استعفا بدم خودم از محل کارم، یه سری اهداف برای خودم مشخص کردم خیلی بلند پروازانه است. حالا اصلا یه سری که میدونن قشنگ بهم میخندن، قشنگ بعضی موقع مسئله خاص آهم میشه این وسط. و بعد از اینکه اونو نوشتم من شروع کردم به استعفامو دادم و شروع کردم به کار تعویض پروژه و اینا. و برای خودم جذاب بود که مثلا چجوری تصمیمی که من گرفتم حالا تو این داستانی که شاید فکر نمی‌کنم تهش مثلا به جایی برسه که آخر بتونم یه روزی مثلا چون اون اهدافی که دارم مثلا پیاده سازی بکنم و یه نفر دیگه که یه مسیر خوبی داشت میرفت، قشنگ داشت به یه سطحی میرسید که میتونه توی بین‌المللی حرف واسه گفتن داشته باشه، مسیر زندگیشو عوض بکنه. خیلی یه نکته که هستش اینه که مسئول از کارش استعفا داد و خب این استعفا دادنه هم ممکنه تو ذهن خیلی‌ها باشه که خب ببین من الان دارم مثلا فلان شرکت کار میکنم، حقوقش مثلا کمه یا زیاده یا هر مدل شکلی دارم کارمندی میکنم، استعفا بدم و پاشم برم مثلا یه جای کار کنم که بی ارزه واسم، مثلا کسب کار خودمو داشته باشم یا به قول مسعود جهنم خودمو ساختم و توش دارم زندگی میکنم. این قضیه که استعفا بدین و کلا اینجور چیزا من خودم هم از این کارا کردم. خب چیزی که تو ذهن من اینه که ما باید ریسکو به حداقل برسونیم و بعد که استعفا از اونجا دادیم یا از اون محیطی که توش داریم زندگی میکنیم ریسکو کم کردیم یا به حداقل رسوندیم، بعد استعفا بدیم و با خیال راحت بیاریم توی مسیری که اگه تایم بیشتری توش بذاریم میتونیم دستاوردهای بهتری به دست بیاریم یا مثلا دنیای خودمون رو بسازیم یا اون چالش ها و چیزایی که واسه خودمون میخوایم درست کنیم و با تمام انرژی بریم جلو. من مثلا یه تایمی که یه جا کار میکردم استعفا که دادم، یعنی گفتم آقا من دیگه با شما مثلا نمیتونم تایم بذارم، فکر کنم روزی 16-17 ساعت فقط داشتم کار میکردم، بقیه‌اش هم کار انگار نمیکردم، مال استارتاپی بود که انگار مال خودمون بودش. اون تایمی هم که کار نمیکردم سر این بود که یا تو میت بودیم یا دیگه خواب بودم یا کار این شکلی، یعنی این شکلی تلاش کردم برای چیزی که باید به دستش میآوردم. تو واسه این که ریسک تو کم بکنی چیکار که، یعنی اینطوری تو ذهنت بودش که من ببین من بر اساس شناختی از تو دارم میتونم یه سری چیزا بگم که ریسک تو خودت از قبل با کارهایی که انجام دادی پایین آوردی. خب ولی اینو میخوام بقیه بدونن که طرف یه سری تجربه تو نداره، بعد یهو از کارش استعفا میده، بعد بدتر میشه، یعنی کلا یعنی وقتی به بازه خیلی چیزا بیشتری از دست داده. ببین من تقریبا 18 سالگی که شروع کردم به کار کردن، 14-15 سال سابقه کار دارم توی قسمت مختلف و هر وقتی که دلم بخواد میتونم دوباره برگردم به مسیری که بودم. این که من استفاده دادم مطمئنم که میتونم به مقصد برسم، نه مسیر صاف و ساده‌ای برای من، نه مسیر ساده‌ای برای من، ولی میدونم که هر وقتی که بخوام کاری بکنم میتونم برگردم تو همون جایی که هر موقع بودم. بخوام میتونم شروع کنم یا اگه 10 بارم شکست بخورم بلدم چجوری شروع کنم. یه چیز این شکلی. آره چون خیلی این کارا رو کردم. مثلا حداقل تا الان من حداقل 3 بار شکست خوردم توی کاری که انجام میدادم. حالا یا
اخراج شدم بعضی جاها یا اصلا کلا پروژه شکست خورد و اینی که میتونم بلندشم اینو تو خودم دیدم که این کارو خیلی هسته خفنیه و میگه دیگه تهش مثلا فلان قضیه بود از اون که بدتر نمیشه دیگه من پا شدم تهش دقیقا همینه. شاید میفهمم 10 بارم بشکنم گچ میگیرم اصلا بله. اوکی تا اینجا بحث کاری پرسیدم. خب تو این وسط یه سری بیماری‌ها گرفتی، اونا باعث نشد که تو رو از مسیرت بندازه مثلا طرف بگی که خب بیماری که تو داشتی مثلا خب یه تایمایی حالا با همراهی می‌کردیم با هم رفتیم بیرون اینا به مثلا من که بیماری بگیرم به خودم میگم که خب حالا که این بیماری گرفتم کارمو باید کمتر کنم، مثلا استرسمو کم کنم که بدتر نشه بیماریم. یه تایمایی البته یه تایمایی هم هست که اصلا به خودم رحم نمی‌کنم، من کلا مدلم که به خودم هیچ رحمی ندارم. ولی تو اون بیماری‌ها رو گرفتی، خواستم بدونم که نحوه اولا بیماری‌ها که خواستی بگی بگو، ولی همون مسئولی بودی که روزانه میومدی میرفتی و شاید هم کسی ندونه که مثلا تو یه سری بیماری‌ها گذروندی هستن. اونا فقط یه سری چیزا به من گفتی که دیگه الان کسی نمیدونه مجبور بودم. نه حقیقتا بعضی موقع اینجوری هم که یه نفر باید خودم از دست خودم نجات بده، چون معمولا حالا یه سری اتفاقاتی میفته اینجوری نیستم که بخوام جا بزنم، بخوام ول کنم مسیریو. شاید یک بره چند روزه یه وقت کوچیکی داشته باشم، ولی اینکه بخوام جا بزنم معمولا اینجوری این کارا رو نکردم. مثلا بار اولا نیست که با همچین سیستمی دارم کار میکنم. یه مدتی توی شرکت فعال بودم و طبعا 1-2 ماه آخر من با درد استنگ کلی و درد کمر و مغز داغون داشتم کار میکردم و چون من بعد کارا رو انجام میدم، بعد میرسوندم، نمیتونستم کاری نکنم و به هر حال مسیری بود که باید رد میشدم. بعد واسطادن تو اون قسمت اصلا درست نبود. این یه جایی هست تو اینقدر درگیری که فکر میکنی یعنی شرایط جوریه که اگر که اینجا ول کنی همه چیزو باختی، اگر اینجا ول کنی همه چیزو باختی. دقیقا تو اون قسمت ها بودم که سری چالش بحران ها شدم و داشتم فکر میکنم که اگه من اینجا ول کنم کارمو، دقیقا همه چیزی که تا الان درست کردم و یا دارم و یا ساختار دادم بهشو باختم. بعد به این خاطر نتونستم ول بکنم، مثلا نمیتونم ول بکنم ماجرا رو و حالا نهایتا با یک میزان توجه بیشتری به خودم سعی میکنم کار بکنم، ولی کارم همچنان ادامه میدم. اینو برای این گفتم که ما دیدیم مثلا یه بهمون یاد میدن بود روحانی، بود جسمانی، اینجور حرفا اینا. من طبق چیزایی که این روزا دارم میخونم و کلا اینجور چیزا، تو وقتی حالت بده مثلا یه بیماری داشته باشی، اصلا سنگی کلی یا هر مدل مختلف اینجوری داخلی، باعث میشه که روی ذهن و روحت هم تاثیر بذاره. مثلا چی میگن، طرف فلان بیماری رو میگیره، خب بر اساس اون افسرده میشه. چرا؟ چون یه دردی رو داره میکشه و کلا یک رنجیه که رو ذهنش هست و این به مرور زمان افسرده میشه. یا مثلا طرف عصبی میشه، یا طرف مثلا چه حالت‌های مختلف این شکلی. ولی با تمام این وجود میگم اینو واسه این پرسیدم که مثلا علائم چیزی نشون نمیداد توی کارات، کم صبر نمیشدی، یا چی میگن مدیریت کردن همین هم واقعا خودش انرژی میخواد. من کلا میخواستم همین رو بپرسم که این مدیریت کردن این واسه سخت بود یا نه؟ چون یه سری بیماری‌ها رو حتی حالا من خودم اینطوری مثلا اگه کاری من بشه یه تایمی حتی به خانواده‌ام ممکنه نگم. چرا؟ چون نمیخوام تا عزیزامم ناراحت باشن. این مدلی تو خود ریختن از قضیه. دقیقاً میدونم چی میگی. سخت که حقیقتاً جای سخته، جای با مغزت بازی میکنه. همین بحثی که داریم میکنیم قشنگ میره تمام فکر رو درگیر میکنه. این قسمت بخش مهمی هست، خیلی نمیتونی نهیدش بگیری و خب مجبوری مسیر رو ادامه بدی. در هر صورت حالا زمانی که داری برای خودت سعی می‌کنی یه چیزی رو خودت بیاری بالا و کسی نیستش که مثلا بخواد اون عقب موندگی تو رو جبران بکنه، اون جا زدن تو جبران بکنه، مجبور ادامه بدی. با همه سختش مجبور ادامه بدی. یه جاهای بالاخره افسردگی
چیزی که ناگزیر پیش میاد، مجبوری که دو تا انتخاب داری، یا میتونی ول کنی برگردی مسیر گذشته رو ادامه بدی، یا میتونی هر مسیر رو ادامه بدی. هر دو تاش سخته، هر دوش به یک اندازه سخته. من حقیقت اینجوری بودم که خب نذاشتم که سختی این دوران بهم کاری بکنه با هم که بعدها حسرت گذشته‌ام بخورم. یه مسیر رو ادامه دادم، گفتم که خب من نهایتاً اگه شکستم بخورم بازم خودش نتیجه است. اگه نتونم این کارو بکنم بازم خودش نتیجه است، ولی حداقل تمام تلاشمو توی این حوزه، توی این کاری که دارم انجام میدم کرده باشم. بعداً حداقل حسرت این که چرا تلاش نکردی، چرا بیشتر نجنگیدی رو نداشته باشم. آره این حسرت از اون تلاش نکردنه و آسوده بودنه بدتره شدش. خب بریم سراغ چیزای قشنگ. آرشیدا آرشیداست اسمش؟ آرشیداست اسمش. بچه استارتا بشه، بچهش نیست، این هنوز مجرده ایشون. بگو از آرشیدا بگو. آرشیدا، ببین آرشیدا رو یه طوری اون روز نشسته بودیم اونجا صحبت می‌کردی، یه طوری با ذوق و شوق تعریف می‌کردی که راجع به رویاهایی که قبلا با هم دیگه صحبت می‌کردیم، راجع به رویات اونجوری صحبت نمی‌کردی و این ذوق و شوقت خیلی برام باحال و جذابه. آرشیدا چیه، چیکار می‌کنه، چه خدمتی به دنیا میده، چطوری دنیا رو بهتر می‌کنه؟ ما محصول نیستیم، این تو آرشیدا ما اصلا قرار نیست محصول باشیم فعلا در حال حاضر. بیشتر در حالت سرویس دهنده. فکری که پشت این سیستم هست اینه که من هر کاری که فکر میکنم که توی حوزه میتونه بهتر شدن اون حوزه یا اون محصول کمک بکنه رو انجام بدم. دنبال رویای خودم هم تو آرشیدا، دنبال این نیستم که بخوام چه میدونم امپراتوری مالی بسازم، شاید به اون امپراتوری مالی برسم، ولی بیشتر دنبال اینم که رویاهای خودم رو بتونم پیاده سازی بکنم، کار بکنم. از رویا همون چالش‌هایی که حل میشه و یادگیری‌هایی که اضافه میشه. حل کردن مسئله، چالش‌ها، یادگیری‌ها، تجربه کردن موقعیت‌های مختلف، پروژه‌های مختلف، سیستم‌های مختلف. چیزی که من دنبالشم اکثر موارد و اینو دارم سعی می‌کنم تو قالب آرشیدا بیارم، پیاده‌اش بکنم و برام جذاب این سیستم کار کردن. بیشتر تو چه حوزه‌ای سرویس میده؟ سرویس دهنده است؟ یعنی من آرشیدا رو اگه بخوام بگم که مثلا به جای معرفی کنم باید سرویس دهنده چیه؟ ما تو حوزه تخصصی خودمون کار میکنیم، یعنی ما تیمی که هستیم حوزه تخصصیمون هر کدوم حالا بعضا یا متفاوته یا بعضا اورلپ داریم با هم دیگه. وب و دیزاین و طراحی و بعضا اپلیکیشن، وب اپلیکیشن ها مثلا میتونه حوزه تخصصی ما باشه. با توجه به علایقمون، با توجه به اون جایی که ما چالش میبینیم میتونه گسترده بشه، بره سمت تیریدی، بره سمت موشن درست کردن توی حالا یا افتر یا مثلا توی حوزه تیریدی مثلا این کار بشه. یک سری جاها مثلا من دارم سعی میکنم که خودم چون دوست ندارم خودم همیشه اینجا بمونم، دوستم سعی میکنم که اون منطقه امن خودم رو افزایش بدم، سعی میکنم یا چیز جدید یاد بگیرم، تکنیک‌های جدید یاد بگیرم، کارهای جدید یاد بگیرم. از این موقع رفتم سمت بازی نویسی، مثلا خیلی تستی، مثلا یه مدتی اتفاقا با اولین کاری هم که کردم تو این حوزه با غفار تهرانی بود، چون خودش حرفه‌ای این کاره و دارم سعی میکنم برم اون سمت، یه ذره ماجراجویی اون سمت داشته باشم. شاید یه روزی بتونم این توی حالا آرشیدا پیاده‌اش بکنم، شاید هم یه روزی نتونم. رویات برای آرشیدا چیه؟ از رویاهات بگو. از رویاها میگم، من زمانی که تصمیم گرفتم درستش بکنم، یعنی یه جمله نوشتم برای خودم، نوشتم که حالا فارسیش اینجوری میشه که یه زمانی آرشیدا توی دنیای تکنولوژی و دیزاین و حوزه تخصصی خودش لید میکنه صنعت.
خیلی رویای حقیقتاً میشه گفتش که الان گوگل تقریبا داره این کار رو میکنه، فکر نمی‌کنم ما برسیم به اونجا. خیلی رویای بلند پروازانه‌ایه و بعد ببینیم که چی پیش میاد. الان نمی‌تونم، الان تو اون سطح حتی نیستیم، ولی یه هدفیه که حداقل صبح که خواب پا میشی میگه آقا من یک هدف گنده‌ای دارم، مثلا شاید نرسم بهش، خب ولی مهمه که یه هدف گنده‌ای دارم که واسش میرم میجنگم. بازم همین که تلاشتو داره میکنی هم یه چیز باحال و ارزشمندیه که به نسبت کسایی که میترسیدن و تلاش نکردن جلوتری. همین بعضی موقع اینجوری هم که فکر میکنم که خب نهایتا ایستاده میمیرن دیگه، ولی تلاشمو کردم تو حوزه. چون واقعا انتخاب چیزی کنن کسی که بخواد کسب و کار خودش رو ببره جلو یا اینجور چیزا راحته. مثلا دوستی دارم که کارمنده ولی درآمدش خیلی زیاده، استارتاپ و اینا رو کلا میگه گذاشته کنار، ولی من اونجوری حتی اگه پول اونقدر زیادم بگیرم بازم میدونی یه چیزی تو هست میگه که آقا بی خیال باش، برو سراغ همون کارهایی که دوست داری انجام بدی، مثلا اون خروجی که میخوای برسی، اصلا هر چیزی که داری یاد گرفتی رو تو همون حوزه پیدا کن، برو کارمندی هم بکن، ولی همون دانش کارمندی رو باز بیار اینور استفاده بکن که بتونی بهتر خدمت بدی یا اون چیزی که میخوای بسازی رو بسازی. یک شکل اینجوری. دقیقا همینه. مثلا خیلی با سیستم کارمند بودن خیلی جفت و جور نیستن، هیچ وقت سعی نکردم که باشم. حتی خیلی جای خوبی هم میتونستم حقیقتا کار بکنم و مثلا بعضی موقع مثلا زمانی که من گفتم که خیلی علاقه ندارم برم سمت رفتم به گوگل و مثلا تلاش کردم تو اون جهت، یه سری از بچه‌ای که مثلا باشون صحبت کردم راجع به این داستان مثلا به قصد جونم مادرم نمی‌زدم که چرا همچین کاری می‌کنی. مثلا من آرزومه که برم یه همچین جایی، آرزومه که یه نفری باشه که منو حداقل لینک بکنه به این شرکت‌ها یا به این کمپانی‌ها، ولی گفتم تو متوجه نمیشی من چی دارم میگم. اوکی من خیلی راحت الان میتونستم برم کار بکنم، شاید نمی راحتی که دارم میگم ولی حداقل موقعیتش بود برام، ولی در نهایت اونجا جایی نبود که من بخوام جزو رویاهام باشه الان در حال حاضر، یا اصلا بخوام به اون سمتی تقریبا باشم. یه موقع‌هایی احساس میکنم که اگر که مثلا چون میتونستم توی فلان تیم یا فلان بخش باشم که الان دارن مثلا کار جذابی میکنن، خوب میتونه باشه، ولی الان دارم چالش تنهایی افراد تیم خودم دارم چیز میکنم، انجام میدم. این چالشی که گفتی، یک سوالی که تو ذهنم اومد اینه که یه سری چالشایی که خیلی سخت بوده واسه توی مسیر، اگه بخوای بگی از اولش تا الان چیا بوده؟ مثلا یه چیز دیگه این خیلی سخت بود، خدایی بعدش باید یه هفته استراحت میکردم که بعد باشم، مثلا میدونی یک چیز سخت. معمولا وقتی کار سختی رو انجام میدم حال خوبی دارم، حال این اون لذت درونی خوبی رو دارم که سختیش تمام سختی اصلا میشوره میبره بالا بچه گفتنی. و توی مسیری که تو اومدم خیلی جا خیلی سخت بود، خیلی جای سختی بود. مثلا اینکه بری توی یه کامیونیتی بین‌المللی بری مید لول بشی تو دیزاین، مثلا کار سختی بود. با توجه به شرایط اون موقع هم که بود واقعا کار سختی بود که انجام بدم، ولی وقتی که مثلا ایمیلش اومد، ایمیلش رو گرفتم، خیلی برام جذاب. این باعث نشد که من بخوام استراحت بکنم، چون گفتم که دست بخوام میگم که خب الان باید کار بهتر بکنم. الان که این چیز هست، این به اینجا رسید، باید کار بزرگتری انجام بدی. نهایتا یکی دو روز مثلا کار نمی‌کردم، میرفتم بیرون میگشتم به خاطر فشاری که بوده تحمل کردم، فشاری که کار می‌کردم، ولی همیشه این بودش که بعد از این تو باید کار بهتر بکنی و بهتر از این بشی. اصلا چطوری یاد میگیری؟ یعنی مثلا دوره مثلا چه میگن، تو میخوای یه چیزی رو یاد بگیری، تدوین رفتی دوره مثلا پریمیر کسی رو خریدی یا رفتی مثلا ببین میگی مثلا 2 هفته رفتم یاد گرفتم، یا الان چیزی بخوای یاد بگیری چجوری یاد میگیری؟
الان یاد گرفتن این سری چیزا من خیلی ساده است، با توجه به اینکه خیلی چیزا میدونم، خیلی نرم افزارا بلدم، مایندست کار کردن باهاشون بلدم. بعد از مثلا یه سری حالا مثلا تو زبان برنامه‌نویسی بخوای یاد بگیری، مثلا 2 تا اولش سخته، ولی بعد از اون دیگه ساده میشه. این بعد از اون دیگه استراکچر همون استراکچر، سیستم همون سیستمه. فرض کن یه نفری میخواد از اول یه چیزی رو یاد بگیره و تو میخوای خودت هم از اول مثلا برنامه‌نویسی یاد بگیری، از اول تدوین یاد بگیری، افتر افکت یاد بگیری، چیزا مختلف این شکلی. چه مسیری رو طی می‌کنی؟ اولش من اینجوریه که من میرم کار با ابزار یاد میگیرم که بتونم کار بکنم. بعد میرم دنبال هنرشو کسب کردن. این هنرشو کسب کردن به معنی مفهوم اینه که مثلا تو حالا طراحی کردن، خب فکر کنم کسی همه فکر کنن کار ساده ای، مثلا طراحی وبسایت انجام دادن. یه 4 تا مستطیل میکشی، چند تا متن میذاری، چند تا چه میدونم رنگ میدی، ولی هر کدوم از اون بخشایی که داریم صحبت میکنم واسه خودش دنیاییه. من اول میرم شروع میکنم به خب کجا کار بکنم، با چه ابزاری باید کار بکنم اینا، و شروع میکنم یه سری حالا طرح‌های بچگانه برای خودم میذارم، سری نقاشی میکشم برای خودم، شروع میکنم به کار کردن. بعد میرم میپرسم که خب این چرا باید اینجا باشه، چرا نباید فلان جا باشه. من دنبال دلیلش میگردم، ویدیو نگاه میکنم، کتاب میخونم، مقاله میخونم توی اینترنت. مثلا بعضی موقع شاید مجبور بشم دوره‌ای رو بخرم، دوره بگذرونم، و خیلی سعی میکنم که یه متدی هست از تاپ تو باتم که مثلا اول تو میری کلیت رو شروع میکنی به یاد گرفتن، بعد ریز میشی دیتیل یاد میگیری تا بتونی کارش رو انجام بدی. برای بعضی جاها از این مدل میرم، برای بعضی جاها مثلا شروع میکنم فاندامنتال یه داستانی یاد گرفتم، بعد میرم سمت نرم افزار کار کردن و اینا. مثلا این توی حالا بچه‌ای که 3D کار میکنن، توی اسکاپتینگ کار میکنن، خیلی براشون ملموسه وقتی بگی مثلا تو برای که بتونی اسکاپتر خوبی باشی باید آناتومی بدن بدونی. و حالا دونستن آناتومی مثلا برای طراحی هم هست، طراحی این نقاشی، مثلا نقاشی قلم و اینا که مثلا می‌خوای تو شخصیت درست بکنی، انسان بکشی یا هر چیزی، تو اگه آناتومی بدونی خیلی راحت بهتر میتونی نقاشی بکشی تا اینکه تو فقط نقاشی کشیدن بلد باشی. کارت ریل تره، کارت دیتیل بیشتری داره و کار حرفه‌ای تری داری انجام میدی. خب بعضی موقع من سعی میکنم که از باتن شروع بکنم، یعنی مثلا دیتیل بدونم بعد بیام سمت کار کردن، و بعضی موقع مسیر برعکسه. بعضی موقع از وسط یه چیزی شروع میکنم به کار کردن با توجه به کاری که کردم، دانشایی که این چیزایی که بلدم، سعی میکنم کاری رو وسط شروع کنم به کار کردن، بعد حالا برم بالا پایینش نگاه میکنم که چه کار دیگه. مثلا تو واسه یاد گرفتن مثلا یه اپلیکیشنی مثل یه نرم افزاری مثلا پریمیر نصبش می‌کنی، بعد میری باهاش کنجکاوی برمی‌ری با نرم افزار و آموزشایی که می‌خوای میری اون هنر یا علمش رو دست میاری که آقا تدوین خب چطوری آره اینا رو بذارم کنار، من یاد گرفتم ابزارش چطوری کار می‌کنه، حالا چطوری بچینم کنار هم. سوال بعدی اینه که اگه بخوای چند تا 3 تا نکته مهم یا 3 تا کلمه مهم تو کل مسیرت بگی چی هست؟ یعنی اینها عاملی بودن که تو رو به موفقیت نزدیک میکنن یا تو رو به اون اهدافت دارن نزدیک میکنن، چه ویژگی توی تو و اطرافت میشه کلمش کرد؟ یکی اینکه اهداف بلند پروازانه داشته باشید، مثلا نترسید از اینکه دیگران مسخرتون بکنن یا حتی از نظر خودتون چیزی باشه که غیر قابل دسترس باشه. سخت کوش باشید و خلاق. سخت کوش و خلاق و رویای بلند پروازانه. خیلی عالی. فکر می‌کنی شبکه سازی و کلا شبکه چقدر تو مسیر مهمه؟ خیلی مهمه. خیلی مهمه که آدم‌های اطرافت کیا باشن و خب این آدم‌ها نقش کلاً، حالا مثلا کلاً آدمایی که تو باشون شبکه سازی میکنی، آدمایی که اطرافت هستن کلاً نقش مهمی میتونن تو زندگیت بازی بکنن. یه سری آدما میتونن بیان کمکت بکنن و تو رو به اون جایی که میخوای برسوننت،
یه سری آدما میتونن بیان از اون مسیری که هستی دورت بکنن و بسیار آدم میتونن تجربیات جزایی بهت بدن، دانش‌های جزایی بهت بدن بابت کاری که داری میکنی، بابت مسیری که داری میری. و خیلی مهمه که به نظرم خیلی مهمه که تو با چه آدمایی رفت آمد داشته باشی. پس اینا بپرسم که چطوری میتونم یه شبکه خوب از آدمای خوب داشته باشم که منو به رویاها نزدیک کنن، یا آدما چجوری انتخاب کنم؟ اگه باز اینم بخوای 3 تا کلمه‌ای بگی چی رو نگاه کنم؟ مثلا من دارم یه نفر نگاه میکنم بعد بهش میگم که خب اگه این 3 تا ویژگی رو داشتش اوکی، برام یه آشنایی باش بدم. من معمولاً فرمول خاصی ندارم برای این سیستم که مثلا بگم این آدمو من با این آدم میتونم مثلا ارتباط برقرار کنم یا مثلا چه میدونم این آدم لازم دارم. خیلی فرمول دقیق و مشخصی راجع به این داستان ندارم که مثلا دیکته شده دقیقاً من مثال اگه بخوام بزنم از حرفای خودت اینطوری که خب تو گفتی رویای بزرگ داشته باشه، خب اون شخصی که تو شبکت هستش اگه رویای بزرگی اونم داشته باشه خیلی خوبه. این میتونه فیلتر باشه یا مثلا سخت‌کوش باشه یا مثلا چیزای مختلف این شکلی. اگه یه نفری باشه که رویاش کوچیک باشه یا مثلا چی میگن حتی رویای تو رو مسخره کنه یا هر مدل این شکلی، شاید شبکه تو بودنش خوب نباشه. شاید خوب نباشه، ولی من فیلتری بابت این داستان ندارم حقیقتا. یعنی پارامتری ندارم که مثلا بگم که اگه این پارامتر نداشته باشه تو شبکه من نیست. آره نه من اون شبکه چی میگن اطرافی که روزانه هر روز با هم دیگه تعامل داره نمیگم. وگرنه تو شبکه همه میگم یک روز که بود دیروز پریروز داشتم یکی صحبت می‌کردم، بیان تو کانتکت های گوشیم افرادی پیدا میشن که میتونن انگار کمک کنن به کسب و کار آدمای مختلف تو حوزه‌های مختلف. حالا الان نمیگم که آره، ولی خب همه حوزه ها هستن، یعنی افراد مختلف که شاید مثلا من فیلتری روش نداشته باشم، ولی خب در نهایت اون 10 نفری، اون 5 نفری که تیمایی که اصلا باشون کار میکنم و یه چیزی تو ذهنم میارم که اوکی مثلا فلان تیم اگه خواستم کار کنم مدیرش هم چه قابلیتایی داشته باشه، رویه بزرگ داشته باشه، جنگجو باشه، قدر نیروی انسانی رو بدونه، چیزا مختلف این شکلی مثلا. و یادگیرنده بودن برای من خیلی مهمه. یعنی طرف مثلا من اوکی اصلا همه اینا رو بذار کنار، یه چیزی داشته باشه، یادگیرنده باشه. ببین تو خودت الان جنسی رفیق منید، یادگیرنده‌ای و این یه چیز جذاب واسه من بود. یادگیرنده‌ای و یه خصلت خوبی هم که حالا برام مسرور بگم اینه که کمک میکنه به بقیه. یعنی من خودم مثلا زبان برنامه‌نویسی ریاکت می‌خواستم یاد بگیرم، با مسرور چند جلسه رفتیم آموزش داد بهم بدون اینکه اصلا صحبت خاصی کنیم. و حتی چیزا مختلف فتوشاپ اگه سوال داشتم مسئول میپرسیدم قدیما، بعد چیزا مختلف این شکلی، یعنی کمک میکنه به خود، یادگیرنده است و دوست داره یه چیز خلق کنه و دنیا رو بهتر کنه، چیزا مختلف این شکلی. میدونی این مدلی اگه میتونستی با یک نفر از مشاهیر تاریخی صحبت کنی کیو یه چایی میزدی باش؟ یه چایی میزدم باش. ببینید خیلی سوال خوبیه. مثلا آدمای دانشمندای مختلفی هستن تو این حوزه که بخوای باشون صحبت بکنی. مثلا تسلا، مثلا نیکولا تسلا مثلا شخصیت بزرگی بوده. دانشمندای مختلف چه میدونم ادیسون مثلا فلان. من تنها کسی که خیلی دوست دارم باهاش صحبت بکنم شاید مثلا ایلان ماسک باشه. شاید بپرسید چرا؟ به خاطر اینکه این آدم هر کاری که میگه انجام میده. خیلی خوبه. خیلی خوبه. مثلا میگه که من میخوام راکت بپرونم، میره راکت درست میکنه به هوا. مثلا بعد بلند پروازانه بودن اهدافش، مثلا غیر قابل تصور بودن اهدافش واسه من جذابه. مثلا ویدئویی که چند وقت پیش وایرال شد که موشک بالا برنده موشک مثلا اسپیس ایکس مثلا برگردونشون روی اون جایگاه پرتابش، برای من خیلی جذاب بود که اصلا چجوری به اینجا رسید مسیرش، چجوری به ذهنش خطور کرد که همچین کاری انجام بده و تو مسیرش چه شکلی پیش رفت. نمیدونم. اسم ایلان ماسک عزیز اومد، دعوتش کنیم به پادکست. اگر ان شاء الله حالا نسخه انگلیسی پادکست رو بگیریم والا صحبت می‌کنم. آره ایلان ماسک برای من خیلی جذابه و تا حالا هم کتابش رو خوندم، زندگی‌نامه‌اش رو مستندش رو نگاه کردم، چیز مختلف داره و ببین اینکه یکی تو دنیا هست که اونم
حوزه‌های مختلف مثلا میگه میخوام راکت بسازم، میخوام ماشین بسازم، میخوام فلان بسازم، حوزه مختلف کار میکنه، آدم یکم حالش خوب میشه که آره یک حداقل داره انجام میده. آره خیلی. و حس خوبی میده آدم. به چه چیز مسرور حسینی افتخار میکنی؟ سوال خیلی سختیه. به چه چیز خودم افتخار میکنم؟ نمیدونم، شاید تو اینکه یعنی به این افتخار بکنم که تا اینجا با تمام سختی‌هایی که بوده و تمام چالش‌هایی که بوده اومدم و حالا بعضن شاید به سری جاها خیلی درست حسابی نبوده مسیر، حالا نحوه اومدن و مسیری که داشتم اومدم، ولی همین که تا اینجا اومدم منظر خودم به سر سختیش. آره به سر سختیش، به سر سختی خودم حقیقت افتخار میکنم. اگه بخوای خودتو با یک کلمه توصیف کنی چی میگی؟ از این سوالای تیپیکال واقعا خوشم نمیاد. نه اوکی، چون اینا برات فرستادم گفتم چند تا از این سوالا هم بپرسم لااقل نگی از اون سوال همه رو خارج پرسیدی. نه حقیقت خیلی شاید مسابقه اچ آر هست دیدی؟ آره اصلا من مسابقه رفتم نوشته بود شبیه خودت شبیه چی. آره من اون فرمو دیدم. واقعا خیلی سوال سختیه، خیلی من نمیتونم راجع به چه میدونم بیام خودم شبیه چی مثلا توصیف بکنم. واقعا جواب این سوالو نمیدونم. من اونجا هم حتما یه چیزی نوشتم فقط که جای خالی نباشه. اوکی ازت میکنم فقط چند تا چیزام بگو. چند تا فیلم، انیمیشن، کتاب معرفی کن. مثلا اگه بخوای مثلا چی میگن 3 تا فیلم تا آخر اون بشینی ببینی، یک مدل شکلی میخوام کلا 2-3 تا رو فقط معرفی کنی. اصلا همه چیزایی که دیدی، خوندی یا میخوای اصلا بخونی. چند تا فیلم، انیمیشن و کتاب. انیمیشن ها جذابیت خاص خودشون دارن. مثلا انیمیشنی که دیدم و خیلی جذاب بود برام، فکر میکنم آب بود یه دونش که خیلی معروفه تقریبا. یه دونه اصلا اسمش یادم نمیاد، خیلی اون زمان برام خیلی جذاب بود. موضوعش چی بود؟ موضوعش راجع به یک دختری بود که میخواست رقص باله یاد بگیره، بالرین بشه. حالا مسیرش رو داشت نشون میداد که به کجا انیمیشنه یا فیلمه؟ نه انیمیشنه کامل. انیمیشن که نمیدونم توی مثلا پاریس داره اتفاق میفته ولی اسمش یادم نمیاد که اسم فیلم انیمیشنش چی بود. اینکه حالا چجوری شد که مثلا رفت بالرین شد و اتفاقات مسیرش رو داشت توضیح میداد. از نظر از دنیای فیلمم حقیقتا خیلی آدم چیز خیلی فیلمای زیادی میشه نام برد. با توجه که من 7 سال از فیلم ندیدم حداقل. من اوپنهایمر مثلا دارم ولی هنوز نشستم نگاش بکنم. فیلمایی که مثلا خیلی روم تأثیری گذاشته یکی اینسپشن بودش. اون زمان حتی من رفتم بریکداون مثلا وی اف ایکس اینسپشن دنبالش میگشتم نگاه میکردم که چجوری درست کردن از جلوه‌های ویژه. خیلی فیلم جذابی بود. بعد بتمن نولان بود، سری کاملش منظورمه. بعد خیلی فیلم خیلی زیاده. کتاب چی؟ کتاب من اکثر کتابایی که خوندم کتاب برنامه‌نویسی و حوزه تک و اینا بوده. اگه بخوای به برنامه‌نویسا بگی کتاب پیشنهاد بدم بهتون چیه؟ کلین کد؟ نه کلین کد نه. نمیتونم دستبندی کنم. نمیتونم بگم کدوم کتابی که خوندم خیلی بهتر بود تو برنامه‌نویسی. هر کدومشون چیز جدیدی میاد. میاد. صرفا اساس نیازی که مثلا اونجا داشتی که چالشی رو می‌خواستی حل کنی، موضوعی ربطی کتاب خوندی. آره موضوع رفتم کتاب خوندم. ولی حالا مثلا یا مثلا در مورد با تکنیک بوده یا مثلا در مورد با زبان بوده. ولی اینکه بخوام کتابی معرفی بکنم، کتابی که خیلی از نظر من سخت بود خوندنش و فهمیدنش، کتاب دیزاین پترن مارتین فاولر بود. که اصلا اون زمانی بود که من جاوا کار می‌کردم، رفتم کتاب رو شروع کردم به خوندن. مثلا سیستم دیزاین بود، یک کتاب دانشگاهی بود این کتابی که دارم میگم.
من که دوستان رفته بود اینو پرینت گرفته بود 800 900 صفحه بود. بعد اینو من شروع کردم از صفحات اولش رو خوندم دیگه. یه جای بعد دیگه نتونستم ادامه بدم کتاب رو. من سوالام تموم شد. میخوام بسپارم به خودت هرچی که دوست داری بگی. سوالی بود که نپرسیده باشم؟ نه سوالاتو کامل بیشترم پرسیدم. بیشتر پرسیدی. خیلی چیزا فکر نمی‌کردم تو بپرسی. حتی فکر می‌کنم که جیم کری بود یه نکته یه بار گفت که خیلی بعضا برام جذاب بود. توی یکی از مصاحبه‌هاش ازش می‌پرسن که تو برای اینکه به اینجا فکر کنم سوالش این بود که تو برای اینکه به اینجا برسی چی کارا کردی یا مثلا چه مسیری رفتی، خودت مثلا فکرشو می‌کردی اینجوری این کارا رو بتونی انجام بدی یا نه؟ میگه که من تقریبا فکرشو نمی‌کردم و زندگی برات اتفاق میفته. بعضا برای زندگی اتفاق میفته. من از این صحبت خیلی نکات یادم مونده که حالا دغدغه اینکه چه اتفاقی برات میفته رو نداشته باشید، براتون میفته رو نداشته باشید. زندگی خودش براتون اتفاق رو رقم میزنه. خب با مسرور آشنا شدیم، مسیرش رو شنیدیم و این روزا داره دنبال رویاهاش با تمام توانش جلو میره و میجنگه واسش و واقعا جنگجوه تو مسیر، کم نمیاره و امیدوارم این قسمت تونسته باشه بهتون کمک کنه. تا قسمت بعدی خدا نگهدار. ولی حال کردین 3 دوربینه کرده بودم، یعنی میکروفونا اینا هم درست کرده بودم، کیفیت کم کم میره بالا و مرسی که نگاهمون میکنید. متشکرم. فعلا آقا خیلی خوش اومد. شکر.